شب بخیر دوستان عزیز. واقعا وقتی بابای لنگری خیلی صحبت کردیم با واتساپ با یک راه رفته شدم طرف خانه یک طرف دیگه آمدیم بودیم خیلی بچه های خوب چخ چخ کنم چرا واتساپ جا کشتیم دیگه دومدم بیدور خوبی ما مختلف جمع راه میبرم خلق برادرها باید میاد ببینیم چه حال داره دوستان عزیز. شب بخیر برادران تند مثل من به خواب بسیاره قریبی بانگو شده مسکوه را در نظر دارم. صبح بخیر شب بخیر ما لک شب بخیر ولی خواب را میریم نماز میخونیم خواب میکنیم. علیکم السلام و رحمت خدا برادرها همه سیتینجی الله برکتون الله برکتون الله برکتون در این مکد میده جخده استیم رفته هستیم طرف لوبلینو که ما هم لوبلینو را دوست داشتیم رایونی همین صغیر پرور اگرچند ملیساش بدقهرن بعضی محل ما را کنیم اما چی است رایونی صغیر پرور همه چیزی حلال کافی بسیار بچه ها هم مصرف هستن سوال گوش دارم محمد جان در بالای کلیه ترافیک برادرها یا خیب میخوابن ممکن نیست نسبت یک برادر یک شخص که معلوم نیست چی گپ است ایش مرده و ایش طرح چی در کن خیب میخوابه نسبت دادرها و پدرها شما مادرها و اکاها شما خیلی کنن شما را میفهمن اما اولاد همه چی میگن چی در کن خیب خوابیدن چی در کار بپایزیتی برادران ابتدایی این کار رو در کار نیستن این خیب پای به سر میمونه فرشیبی گرانیتسه براون اومده اما وقت پیش ای رفتن برادر عزیز شخصان گرانیتسه قزاقستان میبرن اما یا قطع صحبت که گرانتید بتیم بعد رو در حالتی که فرشیبیش بخیر است اما فقط دپارتاسیا ویدوارینی و زپریت نمیتونن استانش میتونه بچه ها بیا همه کلمه همه نوشته یوسف حجامه من طرف 2000 حجامه میکنم بیا برادر بیای برادر چند بیای شب بخیر دوستان عزیز سلام علیکم السلام و رحمت خدا. این مردم یک قیامت اومد خواه نبوده هیچ ککو امرای من برای بعضش در نماز خونه هم بعضش در وطن هم کی میگه از کدوم شهر نوشته شده کدوم شهر اما مسکو دای جمعه چانس مای فیتا بوچکا دوش مساج همه خدمت رسانی میکنیم بانک ها همه شیخمون 2500 روبل تمام خدمت این بیا برادر اومدی بگو من همون یوسف دپرمای فیرم اگر من نباشم دادر ما بگو و بابا جون از هم بعد بگو دو میخواییم بخواب میکنیم ماشاءالله مسکو اینه مسکو برادر مسکو جون یک دونه دارم تمام چی یک دونه داریم من نزدیک ده جان بیا برادر جون من خودم مترو لوبلینا دارم ماشاءالله مترو
печатники. Я омадаи мардуми бе Москва бомдод ҷуда доштем машаалло бародаро ҳами дунё ҳай шӯхӣ менем баъзе маҳал аммо ҳами намоз мемона ҳеҷ дунёро би ҷангу ҷанҷолу фитнаву эҳтиёт боше бачаҳо дар ҳар гурӯҳҳо ман ба насиҳата нестам дар ҳар чиё дохил нашавед ба худо ин гурӯҳбозӣ корои хуб нестанд давлени дошта бошӣ мумкин аст дар ҳолате ки давлента месанҷем смотря кадом ҳолат аст бочка омадан ки ба фирм 80-70% иҷозат нест аммо дигарошо мекунем бале фаршиве ака мегум фаҳмидам фаршиве мегзаронам ин ширкати муҳаммад амин бибин мо реклама кардагим граница қазоқистон ҳаморо қатираве иншоалло бачаҳои хубанд اون شرکتی که بابای لنگری رکلامش میکنه علی جان همین در مکت های کردن ماشین چه خوش حالیه یک شده یک پلاسه دو پلاسه سه چهار پنج پلاسه های کردن میگیری تیم باید همیشه روز اکمی نامرود نباشن که بچه خش دروی 200-300 سلامت باشه برادر جونم خدمت دل جانم فدایت یا محمد سر من خاک پایت یا محمد میگه پاس کاب زنی همه خواه اختی پونت پاس کو مجھے جو رفت استی یا برادر پیش خبرگی رفتم اومدم اکا خدا برکت یا اکا دیگه سوز خوب الحمدلله همه تنج همه تا با خودی الله دوست میدارم میدونم بعضی محل بعضی بچه های نامحقول هم هستن پس شونه میزنم کمیتر بیزه می نویسن یا که ضعیفی رو می نویسن اما همش با خدا میسپارم میگم که همه چیز نسبت من روا دیده سعودی بعد میگوی حرام خور دز ماشین چیز دستی اگر همایمون باشم هم گفتگیات الله لعنتم کنه هم چی دشمن میکنی با سرم اگر که نه با سری خودت با اون خاطر حرام خوردن آدم خیلی از قیامت از ایمان دور باشه که حرام خیلی برداره بامداد میخوام ان شاء الله میخوام با بامداد میرسم ساعت 2:00 باید برسم ولی 10 minut دیگه مونده ان شاء الله میرسم در 10 minut دیگه قریبی صدوا دارم اونجا ان شاء الله میرسم با خونه رو ای شیرو نار خلق عزیزم خلق بناموسم همه وقت دوست باشه به خدا در هر جا باشه نباشه ای کدام قشلاق باشه نباشه از کدام رایون باشه نباشه کوچه تونه یک جا تونه به خدا بهبودی کنه در کدام دولتی نباشه وطن یک کوچه تونه آباد کنه که پگه روز با هم وطن میریم سلام علیکم برای موی سر چخیله موی سر برادر رو روی اینه موی سر چسبوندگی رو برادر تاجیک زبانیم الله مهربان زبان سلامت باشی تربوزا تمام شده برادرها باید خربز بزنیم به نزدیکی بازی تربوز تیار شده خربز زدگیم باید بیان برادر خان موی سر گپ موی سر برادر عزیز شرکت آغوزمید در پیتر هستی در اوفا هستی در سنت پتربورگ هستی با جوش گفتم کازان هستی مسکو هستی با حضور روید اگر نیست سومی مسجده الله لعنت کنه کسی سومی مسجده ای برادر من مسلمانم بامداد است پای بطورتم الله لعنت کنه کسی سومی مسجده خورد است دزدیده خیانت کرده برادر اوجا تماما دیگه گفت به خاطر خدا بس کنه بعضی محل میزنن گریه کرده نمیمونن برادر عزیز همین میگم الله لعنت کنه کسی یک روبل شتینش خوردگی است یا نیتی که خوردن داشت از خدا بترسه الحمدلله مسجد ما آباد کرده مدرسه است اونجا مردم میخونه یک بار بره نماز بخونه 24 ساعت مسجد چی مسجد خب برای ببین یک بار بابا جان مینت نمیکنم 9 ماه رفت آمد شما یک جمعه بره یک جمعه خونی یک نماز عید بره کنم بابا جان نمیسومی خلق تاجیک چیکار کرد بچه اونجا 4000 مسلمان های
مسجد چیشی بابا جان چیکار کنه آخه دیگه کاری دیگه شما ندارید جان شما سومی مسجد کسی لعنت کنه الله هم آدمی که در خانه خدا خیانت کرده یا نیت داشت برادرها بعضی چیزایی که یارو دکران نگو دکران بگو زبانت میسوزه یک شخص میفهمه که یعنی که از علم و از عقیده و از پلیت که درک داره در سرش ما طرف مگش پیلی میکنیم آخه شما شخصایی که به همون تریتور من نمیایی اگر که بیایی خودتون مثل همون دتای کنتور دونتون تر میکنی که تو همه نیستی از خود بتاسی درباره ایران و اسرائیل چی گفتنیم من ویدیو کردم بعضی برادران نپرای نفهمیدن البته ما مسلمانیم همین ایمان داریم به همین سخن که پروردگار میگه با واسطه پیغمبر صلی الله علیه و که من حدیث نمیدونم درستش هر نفری که کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله میگه این اگر گناهکار باشه دیر یا زور هم هر یک انسان مسلمان وارد جنت میشه البته عذاب و چیشه میگیره اما اوجا ایران مردمی سنی خیلی بسیار داره ایران برادران ما همه زاهدان ایران هم میدونه که چقدر دامله های خود بوده همجا خوندگی هم من برای تمام فارسی زبان ها و مسلمان ها ویدیو کردم قرض شهروندی و مسلمانی خودم بود من در خودم جواب میکنم ویدیو را از پیش خودم کردم با فرمان یگان نفرم نبود من خودم به خاطر خدا به خاطر برادران ایرانی که همزبان کردم الحمدلله که بگن یک تاجیک گاو زد من کی گام میزنم کارش ندارم ویدیو ما کی گفت دید ندید من نمیدونم این قوم یهود گفتن میگم یا لعنت کرده شدن یا در قرآن پروردگار لعنت کرده است که اینها از دوره پیش تا حاضر یعنی از دوره همون آفریدن زمین تا حاضر این قوم چی میکنه جزیر میکنه در دنیا حتی دوره حضرت موسی وقتی حضرت موسی میگیره میبره شو چقدر کمک شو میکنه از چنگ فرعون نجات شو میتیه اما همون طرف بعد طرفی بود پرستی و گاو پرستی و یعنی خیانت با چی میکنن با دین خدا با حضرت موسی میکنن این قوم همچنونه که پروردگار در همون چول بیابان مثل جنت هر چیزی که میخواستن انگور میخواستن میوه بیش میخواستن پروردگار عطاشون میکرد با همون بزرگی خودش اما همچنین با چیکار کردن نافرمانی کردن از پروردگار و همچنین مردم فلسطین کشته شدن همچنین مردم لبنان و سوریه و عراق کشتن لعنتی ها امروز به اساس در ایران اونجا البته بین شیعه و سنی چی میگن عقیده های گوناگون و پستی بلندی هست من کار ندارم با شیعه و پیاش اما اونجا برادرای سنی خدمو هستن مسلمان های خدمو هستن که الان خصوص پردیل برادر عزیز مونم در همونجا هست همه ایشون پردیل هم میدونی شما همتون من نواری من مقصدم همه با دوستان عزیز من یعنی از یک بحری کلونه که مسلمان ما فارسی زبانیم از همون لای بحر شاید یک قطره جویبارش بود که من سخنی خدمه گفتم به خاطر خدا کردم کسی فهمید الحمدلله نفهمید برا ندارم شاید همین سخنی من به یک گوشی ایرانی به یک گوشی برادران فارسی زبانی که سنی هستن یا شیعه هستن کارشون که ندارم به شیعه باز میگم سنی زبان رسید که همه برادرها که در حقیقتا همین برادران تاجیک ما غمخوار بودن سخن کرد الحمدلله همه هم یک آبروی ملت تاجیک مسلمان ها میشه و خاموش ایستادن این خوب نیست من یکم که به جنگ دعوت نکردم من فقط گفتم در حقشون دعا کنه پروردگار این جنگ این کاری بد است جنگ این شوخی نداره خصوصا شیخ پردیل در دین در اسلام خصوصا مردم فارس خیلی سهم کلان گذاشته ما حق نداریم که یک دعای در حقش کنیم یک غمخوری در حقش کنیم با واسطه ویدیویی نشر کردیم آیا همین که جای گناهگاره ای برادر عزیز کالیه تاجیک در جنگ او جنگ میره او چقدر میره اوجا صدا نیست زمانوگ نیست را سیویاز نمیتین اوجا اینترنت نیست را بچه ها بود گپ زنی کالیه تاجیک در جنگ من بعضی بچه های اماکی خودم در همون جنگ با او گپ زده نمیشه 6 ماه و 3 ماه و 5 ماه مثل با میبروین یگان اینفرماسیون نیست شما 4 تا بلاگری
با چکنده گفته است یک جا اینفورماسیون گرفته است من کارشو ندارم، اما این خوب نیست نسبت فرزند یک کس خیلی مرد فلانیش مرد فلانیش زنده چی در کار پدر مادر غم میخوره من کارشو ندارم من اینفورماسیون ندارم نسبت کله برادرم الحمدلله مسلمان ای نون نمک خوریم من نسبت همه اینفورماسیون نیست من چه خیر بخیزم پیش خودم بگم مرده زنده من هیچ درک ندارم این مسئله کلی گام نزنید کلیت چیشید کلیت چیشید هر کس با گناه خودش با زمان خودش با چی خودش جواب میگه یک نوار کردیم الحمدلله نمیدونم در تیک توک 100,000 گرفت دوایش 200,000 گرفت در این یوتیوب نمیدونم چند هست اما ما برای برادران سنی خودمون برای برادرای ایرانی خودمون فارسی زبانی خودمون ما فارس میگیم در چی میگیم در حج میریم و میخریم خطی یگان چه سلمان فارس میدونیم میگیم سلمان فارس معلوم یعنی که ما فخر میگیم که سلمان فارس امام اعظم فردوسی و چی میگن سعدی شیرازی و ابو علی ابن سینا داشتیم ما فخر میکنیم ما برای چی ما الحمدلله مسلمانیم ما مسلمانیم اما هر قوم ملت برای خودش عرب به عربیش میگه مقصد قرقیز به قرقیزیش ازبک به ازبکیش ما تاجیکیم الحمدلله فارسیم باید ما هر یک مسلمان های ببینیم قرقیزای برادرایی که مثلا در ما نپدت کردن چقدر غم بود ده ما چند قسلدن مرد همه خیس رفت الحمدلله برای حفظ وطن بود شوخی نبود همین قهرمانی ای نصرت الله مقسوم و شیرین شاه تیمور مثلا قهرمانی صدر نهانی اینا همینا برای وطن جان دادن خصوصا همین نصرت الله مقسوم کشتن برای چی برای ای گفت که زبان خود فراموش نکنی برای زبان خود کشتن امی نصرت الله مقسوم همون دوره شوروی برای گفت که در تاجیکستان باید این گفتن یا ملتگرا کشتنش اما الحمدلله با زمان خودش قهرمانیش معلوم شد که این برای ملت برای دولت برای تاجیک بدن جان داد همه مسلمان بود ای نویای رشت گرچند ملت پرستی نکنیم ای غرم جماعت نصرت الله مقسوم ماندن یک قشلاق به نام چشمه قاضیش میگن از همونجا است اگه بچه های حاضرت چشمه کیزیش میگن اما چشمه قاضی میگن از همونجا بود نصرت الله مقسوم الله لعنت کنه حرام خورده میگن مسلمان حرام خورده کی حرام خورده کسی حرام خورده الله لعنت کنه چی من باشم چی شما و همچنین تهمت شد از خدا بترسه تهمت کردن این از زنا بدتر است نکنید تهمت برادرات چیزی که ندیده بچه‌شون متاسفانه بسیار چیزا ما دیدگی نیستیم فقط فلانی گفت فلانی تشید فلانی تشید از قیامت بخبر ما کدوم حاضی مردگیم اوجا سوال جواب نکیر مکر دادگیم یگان کس ما آیا جواب گفته میتونیم نمیتونیم از خدا بترسید نکنید تهمت نه سوال جوابی نکیر مکر دادگیم نه سری پلیسی را تگذشتگیم آیا نامه اعمال به دست راست ما گرفتگیم که ایتا بلند گاو میزنیم نگرفتیم یگان تا ما گرفتگی نیستیم با اون خودی دوستان ما رسیدم بخشش زیاد بلند گپ زبوشم یعنی که این چیزی است که هر یک قدیم ما مرگ داریم ای پیش میگه همه میمبره ها میمبریم اما چخیل میمبری آیا حضرت ادریس بود وقتی جانش میگیرن اول صحبت میکنن بگیم یک ملاقات میکنن با حضرت عزرائیل با امر پروردگار جانش میگیره با جان دوبارهش میتیه ببین وقتی میپرسه جان چخیل دادی میگه با مثل یک گوسفند زنده با زنده پوچکش میکنی درد همه 1000 مرتبه زیاد یعنی که بابا پیغمبر بود عزرائیل بابا یک معامله خوب قطع جانش گرفت ولی ما جان ندادیم در قبر سوال جوابی نکیر منکر ندادیم نامه اعمال در قیامت با دست راست گرفتیم
هیچ زور نگذشته یک کسایی را افسوزد میکنیم که خودمون نماز نمیخونیم، بامداد نمیخونیم، پیشین نمیخونیم، بعد میایم قضای علالش میخونیم، دختری مرده که بچشیم بعد نگاه میکنیم، زنا میکنیم، دروغ میگیم، تهمت میکنیم، با اینجا بشینی کامنتر میخونیم میگه ایو عالم ملو نیست. باز میگم ای برادرو، من باشم شما باش، کسی الله لعنت کنه حرام خورا تهمت چیه، الله لعنت کنه دست دا کسی حق مردم میخوره. این دعای دیگه خوب نمیشه. من گفته استم اگر لیچن من پروستو بعضی بارا من میگم که اگر من حرام خور باشم، دست باشم، اگر پلی یتیم خوردم بلی الله لعنتم کنه این مردک و همچنین تهمت چیه. این سخنی هست که کدام همین پادپیسچی برادرو همچنین هست بابا جان گفت چی سر تر وایرو نکنی، همین نخورده باشه بگو الله لعنت کنه همین حرام خور و تهمت چیه. بهترین دعا را من نشون داد. همین کسی بود من به هم خودی طول یه سال شد همین استفاده برم. یعنی من عصبی نمیشم یا یه روز نه روز دارم میفهمن انشالله. اینجا خیال که همه توجیگی هست، نه یه توجیگ نیستن. اینجا بعضی شخصایی هستن که چی میگن زبان خودمون نمیدونن، فید نمیدوزن، دیگر ملت و نام ملت هم نگیریم. و همون خاطر میگم الله از لعنت از جانب الله است. من دعا میکنم کسی همه حرام خور است و کسی تهمت میکنه. این آخی این که فیک کدمی نمیفهم چی با یا گویی چی با بچه سلطنت یک چی بود که اسپیتا بود کینو بود. الله نگهبان تو باشه، شیر نر باشه. چی گپ همه تیز برادرو. یک سفر اومدم تا رسیدن ما با هم برادرها گفتم صحبت با خدا اکا ما بلاگیر الحمدلله از این راه نون میخریم از یوتیوب کنه، از مسئله رکلام و ایسوسم بعضی برادرها آموخته شدیم. خودش یعنی آموخته شدیم به شما نمیتونیم راستش میدونم چق میرم یا نصرینام مساز میکنم قطعتون الله برکت یا با میرم خواه میکنم. شما دوستای هستی، برادرای هستی که اولش پروردگار شما سبب شده، شما سبب شده که الحمدلله پروردگار نعمت‌های برای من عطا کرد. لیچ برای خودم شکر پروردگار قریب یک 20 مرتبه 30 مرتبه خانه خدا رفتگیم. یکی از همین نعمتاش همین است که شما سبب شده، شما دستگیری میکنه، شرکت ها باور میکنن به شما. من میدونم اینجا با کی گام میزنم، اینجا هیچ که نال باشه از اینجا 60 تا 80 آدم شدگی، اینجا هیچ کس شدگی نباشه. من چی میگم با کی گام میزنم؟ با هیچ که اکرار نگاه میرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از نامی بچه‌های کالیفرنیا چه نمره واتساپ پارتو اکا سروشن کور دارم تا برات عبدوالی 937 937 733 93 93 937 733 93 93 937 733 93 93 واتساپ. در اینجا الحمدلله جو بامداد شده شده ساعت 2:04. برای چی پولی مسجد خوردی؟ الله لعنت کنه خرنده رو و تماشه اکا کوره توجی گذشت این نت دروغه. برای موی سر برومد کو بله برای موی سر برومد الحمدلله. خوب چی بگم تو دیگه شروع نرم. سلامت باشه، رحمت و پدر مادر بخیتیروتم با بخیتیروتم همه ملت تاجیکی. اینا یک قشلاق دورده است میریم یک چایخونه تاجیکی میبینیم یا یک پروداکت حلال میبینیم همجای تاجیکا بودین میگوی الحمدلله میگوی با هم خودی دبر هم دیگر باشه. الله خیر تو کنه، الله همه ما رو برای راست هدایت کنه. شبای نغز برادرها ما رسیدیم در حق مردم مسلمان، در حق ملت خودمون، در حق برادران ایرانی و فلسطین دعا کنه پروردگار از ظلم ظالمین دورشون کنه، از ظلم ظالمین پروردگار دورشون کنه. کو خدا هدایت کنه همه ما را. شبای نغز برادرها. السلام علیکم و رحمت الله.